سلام. به پادکست سیاستنما کاری از مؤسسه چیستا خوش آمدید. من امین نایپور هستم به همراه امیرحسین سماعی و پرهام ضیایی. در خدمت شما هستیم. سلام میکنم و در خدمت آقای امیر نایپور این جلسه رو با هم برگزار خواهیم کرد. بله، امیرحسین نیست این دفعه، کاری براش پیش اومد و فقط من و پرهام این دفعه. خب پرهام، خیلی فکر کنم یه هفته طوفانی بود این هفته. کدوم اتفاقات واقعا چشمتو بیشتر از همه گرفتن؟ خیلی سخت آدم انتخاب کنه. آره، حالا شاید بد نباشه که از همین داستان شروع بررسی مسئولیت قضایی و کیفری ترامپ توی دادگاه عالی شروع کنیم. در واقع شاید یه چیزی حدود بیش از یه ماه پیش تعیین شده بود که قراره از این هفته در واقع این کیس رو بشنوه دادگاه عالی و همون موقع که این اتفاق افتاد، یعنی این در واقع دادگاه عالی گفتش که ما این کار رو میکنیم و این تاریخ تعیین شد، یه سری در واقع واکنش ها رخ داد. چون که اول از همه قبل از اینکه دادگاه عالی اینو اعلام کنه که میخواد این کیس رو بشنوه، هنوز شک و شبهه وجود داشت که آیا اصلا اتفاق بیفته یا نه. چون که بعضیا میگفتن که ممکنه دادگاه عالی به حکم دادگاه پایین‌تر در واقع استناد کنه و بگه که ما اصلا این قضیه رو، این در واقع این کیس رو ما نمیشنویم. چون که خب این خیلی مسبوق به سابقه هستش که دادگاه عالی خیلی وقتها خیلی کیس ها رو در واقع به تصمیم خودش شنیده و خیلی ها رو نشنیده، یعنی کاملا مستقل تصمیم میگیره و هیچ نهادی در آمریکا نیست که بتونه بهش بگه که تو باید مثلا این کیس رو بشنوی. نه، خودشون نهایتا تصمیم میگیرن و بنابراین حدس و گمان زنی خیلی زیاد بود که آیا نهایتا دادگاه عالی اینو خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت و به حکم دادگاه عالی در واقع ارجاع خواهد داد. و بعد از این که در واقع نهایتا دادگاه عالی اعلام کرد که ما این حکم رو این کیس رو خواهیم شنید و بررسیش خواهیم کرد، اون وقت لحاظ زمانی یکم باز واکنش برانگیز شد از این لحاظ که روزی که اعلام کردن که ما این حکم رو خواهیم شنید در هفته‌ای که آره دیگه الان دوشنبه این هفته 22 آوریل بود، خب اون زمانی که اعلام کردن فکر میکنم یه چیز حدود 1.5 ماه قبل بود و اینو حالا نمیتونم دقیق بگم، نه اگه تو یادته که بگو، ولی خلاصه یعنی علاوه زمانی طوری بود که دوباره یک کمی تعجب برانگیز شد، چون که خب یک بحث فوریتی این قضیه داشت برای اینکه خب تلاش ها برای این بود که به طور خاص تلاش جک اسمیت این بوده که این دادگاه رو هر چی زودتر این در واقع پروسه رو هر چی زودتر به دادگاه برسونه. و اصلا قبل از این خود جک اسمیت تو دسامبر پارسال دقیقاً یک درخواستی داد به دادگاه عالی، به دیوان عالی، و اینو ازشون خواست، گفتش که اگر همچین چیزی هست لطفاً این کار بکنین. اگر مثلا این آقا این رئیس جمهور اسبق قراره هیچ هر گونه مسئولیتی داشته باشه، اینو همین الان بگین به ما که ما بدونیم مثلا چقدر دستمون بازه. یه حالا حرفی با همچین محتوایی حدوداً، ولی خب ترتیب اثری نشون ندادن به چیزش دیگه حرفش، تا اینکه نهایتاً قضیه عقب افتاد و خب تو همین بازه
الان ما آویل هستیم چیزی مثلا حدود 4-5 ماه این وسط چیز شد دیگه، زمان گذشت و انگار زمانی که میتونست به جلو بردن پروسه بگذره، حالا پروسه‌ای که اصلا معلوم هم نیست تاش ترامپ محکوم بشه، اصلا شاید تبرئه بشه نهایتا، ولی خلاصه همه انگار چیزا، همه تلاش ها به نوعی به طور غیر مستقیم این بوده که این قضیه هی به تعویق بیفته، هی کش بیاد و نهایتا از چیز رد بشه، از زمان خود انتخابات رد بشه. و اینش از دید من حالا حداقل کمی شک برانگیز بوده و کمی عجیب بود که چرا اینا زودتر در واقع تاریخ تعیین نکردن، چرا زودتر این کیس رو نگرفتن بشنون بررسی کنن. و حالا من یکم زیاد حرف زدم، میخوام نظر تو رو بشنوم. و اصلا یه چیز دیگه هم که قبل از اینها اصلا برای من مطرح هست اینه که اصلا صرف مطرح شدن این قضیه هم برای من عجیبه. یعنی اینکه یک همین که یک رئیس جمهور آمریکا، حالا هر کسی بیاد بگه که من باید مسئولیت تام داشته باشم و من باید از هر لحاظ، از هر گونه تعقیب غذای کیفری باید من بری باشم. خب این دوره کلینتون شده بود تو اون جریانش با کی، اون خانم جونز، کلینتون و جونز، و همین اونم تو دیوان عالی رفت و این صحبت مسئولیت اون زمانم شده بود. همین یه مشکلاتی داشت با اون خانومه که باز اونم یه مشکلات حالا چی میگن جنسی و اینا بود که با اون خانومه داشت وقتی فرماندار آرکانسا بود و وقتی رئیس جمهور شد این کیس اومد تو کورت و دوباره همین کیس ایمونیتی یا مسئولیت دوباره مطرح شد توی دادگاه عالی و باز دوباره این تام بودن و نبودنش هم مطرح شد. ولی این چیزی که الان فرق داره اینی که جرم وقتی اتفاق، یا حالا جرم توی گیومه وقتی اتفاق که اتهام وقتی بودی که ترامپ رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری یه فرماندار نبوده. فرقش اینه فقط. حالا من اصلا برام فرق نمیکنه اصلا چیز بودنش، حالا کلینتون بودنش یا ترامپ بودنش. من کلینتون هم باشه به نظر من بازم اصلا عجیبه. یعنی این دموکرات شدن رئیس جمهور به نظر من اصلا تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمیکنه. اینی که اینا همیشه همواره میگن که مثلا هیچ کس نباید فراتر از قانون باشه، خب این اگر این نهایتاً به این منجر بشه که یک رئیس جمهور مسئولیت داشته باشه، حالا ترامپ که خودش حرفش مسئولیت تامه، اگر واقعاً طوری مسئولیت داشته باشه که یعنی از یه حد قابل قبولی، حد معقولی بیشتر باشه، خب برای این قضیه همه در برابر قانون برابرند و فران و اینها، این خب چیز میشه دیگه، این کاملا به محاق میره و خدشه‌دار میشه. و حالا نظر تو چیه؟ تو چی فکر می‌کنی؟ آره این حالا قبل اینکه وارد این چیزاش بشم فقط یه تدقیقی بکنم، اینی که کیسا دو جور میتونن برن به دیوان عالی. یکی اصلا خودت مستقیم بری دیوان عالی بگی که آقا من میخوام این کیس رو ببرم بدون اینکه از لور کیس بری. خیلی کم اتفاق میفته. مثلا توی یک کیس معروفی از یونایتد استیتس ورسس لوئیزیانا که مستقیم رفت به توی 1954 که مستقیم رفت به دادگاه عالی، کم اتفاق میفته ولی پروسش واقعا طولانیه، خیلی طولانیه. اینطوری که اولا یه پتیشن میکنی، ریت آف سرتیوری بهش میگن، که وقتی پتیشن میکنی که دادگاه اولیه یا لور کورت شما رو محکوم کرده باشه و شما اپیل کرده باشی، اعتراض کرده باشی، اونم چیز محکوم کرده باشه، تازه بعد اینکه ریت آف سرتیوری می‌نویسی میره تو دادگاه عالی ایالتی. دادگاه عالی ایالتی ممکنه حالا له یا علیه شما چیز کنه، حکم صادر کنه. اگه علیه شما حکم صادر کرد دوباره اینو میتونی اعتراض کنی به این حکم و دوباره حکمش اعتراض میکنی به خود دادگاه عالی.
میگه که آقا من میخوام برم دادگاه عالی فدرال تو واشنگتن. این دفعه باید یه نامه‌ای بنویسی، یه پتیشن اصطلاحاً که بهش میگین certiorari before judgment، یعنی باید یک سوالی رو بپرسی، بهش میگن certified question، و اقناع کنی قضات دادگاه عالی ایالتی و دادگاه ایالتی و دادگاه عالی فدرال رو که این مسئله من، که این کیس من یک مسئله ملیه، این مسئله نشناله و باید در اون مرحله، در اون سطح دادگاه عالی فدرال بررسی بشه و نه سطح دادگاه عالی دیوان عالی ایالتی. الان تو این مرحله هستیم. حالا بعد از اینکه اون سرتیفاید کوئسچن چیز شد، قانع شدن قضات که بله این مسئله ملیه، اون وقت تازه میارنش توی دادگاه بررسی میکنن و حکم صادر میکنن. کل این چیز حالا جالبش اینه که این توسط قاضی دی سی، دیستریکت آف کلمبیا واشنگتن ادعا شده. دی سی چون ایالت نیست دادگاه عالی نداره. یعنی شانسی که در واقع جک اسمیت آورده اینه که تونسته مستقیم بره به دادگاه عالی. دیگه این پروسه ریت آف سرتیوری سرتیوری بیفور جاجمنت اینا رو اصلا دیگه پریده ازش. یعنی از یه پروسه معمول خیلی تندتر اتفاقا پیش رفته. اگر توی ایالت دیگه بود احتمالاً یه سال و نیم 2 سال حتی طول می‌کشه. حالا تو این مرحله‌ای هستن که certified question بهش میگن، یعنی جک اسمیت باید اثبات کنه که آقا این یک مسئله ملیه که به نظر میرسه واقعا هم هست مسئله ملی. چیزهای ترامپ، وکلای ترامپ باید بگن نه اصلا مسئله ملی نیست. خب حالا اینجاست جایی که این مسائل اتفاق میفته و مسائل واقعا کلیه، همونطور که گفتی کلی و انتزاعیه توی این مرحله. یعنی واقعا بعضی وقتا یه طبیعت فلسفی هم پیدا میکنه، فلسفه سیاست و حقوق، به این معنی که مسئولیت قضایی رئیس جمهور چقدره. آیا این فرامین رو یا این اتهام ها رو در مقام یک فرد عمومی مرتکب شده یا در مقام یک فرد خصوصی، که وکلای ترامپ دارن میگن فرد خصوصی، میخوان ببرن به سمت فرد خصوصی، هم بهش میگفتن his private self، و میگفتن is he doing it by the office، داره از آفیس میکنه. و این مسئله دقیقاً برابری در برابر قانون. حالا جالبه، من داشتم گوش میدادم این سوتومایور که اوباما منصوبش کرد و چیزه و دموکراته، وقتی که وکیل جک اسمیت بهش میگفت هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشه، این ایراد بهش گفت، خیلی ایراد جالبی هم بود. گفتش که یعنی چی هیچی نباید بالاتر از قانون باشه؟ این خیلی حرف کلی و انتزاعیه. اتفاقا در بعضی از موارد یه سری آدما بالاتر از قانون هستن. تو باید برای من مثال بیاری، برای من یه دلیل بیاری که بالاتر از قانون رو انضمامی بکنی، یه کیس حرف بزنی. همینطور یکی از بالاتر از قانون نیست خیلی قانع کننده نبود برای سوتومایور. این ایراد جالبی بود که گرفته بود. بعد یه ایراد دیگه ای که حالا جالبه که باز نشون میده که این کیس واقعا ملیه، اون گورسیچ بود که گرفته بود، که اون منصوب ترامپ اتفاقا میگفتش که ما اگر اینو ببریم به دادگاه، این کیس رو، مشکلی که پیش میاد اینه که هر رئیس جمهوری از این به بعد این ترس رو خواهد داشت که اگر ترمش تموم شد، دوران ریاست جمهوریش تموم شد، به خاطر این کارهایی که کرده میره محاکمه میشه. این باعث میشه که در تصمیماتش دوران ریاست جمهوری یه خورده محتاط باشه یا حتی ترسو باشه، در صورتی که ممکنه مثلا در بعضی از موارد، اگر موارد جنگی پیش بیاد، اتفاقاً رئیس جمهور باید نترس باشه، یه سری تصمیماتی رو بگیره که ترس از عقوبت قانونی ازش نداشته باشه. این مباحث رو گورسیچ، سوال رو در واقع گورسیچ کرد و حالا اون خانم دیگه که اونم منصوب بایدن اتفاقا
جانسون فکر کنم اسمش، اون بیشتر حالا داشت مباحث برابری و اگالیتریان و اینا میکرد، ولی در مجموع ایراداشون از این دست بود، واقعا مفاهیم خیلی کلی، مفاهیم پایه‌ای حالا حتی میشه گفت. و برای من جالب بود مثلا طرفین، وکلای طرفین و حتی قاضیا استناد میکردن به نامه‌های فدرالیست، استناد میکردن به گفتگوهایی که در کنوانسیون فیلادلفیا انجام میشد، استناد میکردن به نامه مدیسون مثلا به جفرسون. اینش برای من خیلی جالب بود، یعنی برای کیسی که الان داره اتفاق میفته اینا دارن هی برمیگردن به اون سنت حقوقی 200 سال قبلشون و اون سنن 200 سال قبلشون هنوز قدرت اقناع و مشروعیت حقوقی داره. یکی از مباحث واقعا جالب بود و در این حال که برمیگشتن به تاریخ یه ذهن تحلیلی هم همه داشتن، هم قضات هم وکلا، که بیان این مفاهیم رو به صورت انتزاعی تحلیل کنن، تمایز قائل بشن، هم تمایز بین ساحت خصوصی و عمومی رئیس جمهور. خیلی مباحث جالبی بود، یعنی به نظر من یه درسی بود واقعا در فلسفه حقوق و سیاست این جلسه شد و اینکه چطوری تو بتونی یه آدمی بتونه حقوقی فکر کنه در این مواقع. آره این مواردش برای من واقعا جذاب بود و جالب بود. مرسی از توضیحاتت. ببین حالا الان از چیزایی که گفتی، خب یه چیزش که خیلی به نظر من پررنگ اومد، صحبتی بود که گفتی گورساچ کرده، نیل گورساچ مثالی که زده. ببین واقعیت اینه که اتفاقی که الان افتاده که به خاطرش ترامپ متهم شده، این اتفاقی که برای بار اول افتاده در تاریخ آمریکا. مگرنه خب ما که میدونیم اصلا رئیس جمهور آمریکا هم جمهوری خواه هم دموکرات هر دو در واقع دخالت‌های خارجی بسیار زیادی کردن، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در خارج از آمریکا. یعنی ما میدونیم که انواع و اقسام جنگ‌ها را انداختن، چه میدونم دخالت‌ها در قالب کودتا انجام دادن، در قالب دخالت در انتخابات کشورهای دیگه انجام دادن. در واقع آمریکا با قدرت بی‌بدیلی که بعد از جنگ جهانی دوم پیدا کرد، خب در واقع توانایی انجام این کارها رو داشت و کرد و انگار یه سری کارهایی رو کرد که شاید از دیدگاه حقوق بین الملل کارهای غیرقانونی بشه تلقیشون کرد. اما اتفاقی که یعنی چیزی که هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها بهش پایبند بودن این بود که این بازی رو که اسمش رو گذاشتیم دموکراسی، بیایم قوانین این بازی رو تو مرزهای خودمون رعایت کنیم. یعنی ما میریم بازی کشورهای دیگر رو خراب میکنیم، جنگ به پا میکنیم، میریم کودتا میکنیم، اونجا اونایی که خودمون میخوایم رو میاریم سر کار، اونایی که خودمون نمیخوایم رو از قدرت میکشیم پایین، تو انتخاباتشون دستکاری میکنیم و اینها. سر داستان جنگ سرد مثلا، چه میدونم، سر مخالفت هایی که با داستان هایی که با شوروی داشتن، جنگ ویتنام، اینها تمام روحیه دخالت گرایی در امور خیلی از کشورهای دیگه که خب خیلیش در واقع با توضیح و توجیه مقابله با کمونیسم و شوروی بود. اینها رو هم جمهوری خواها و هم دموکرات ها انجام دادن و انگار اصلا تو این قضیه با هم متحد بودن، یعنی اینا هم صدا و در واقع یک دل بودن، کل در واقع سیستم نظام سیاسی آمریکا. و بنابراین اینی که مثلا گورساچ گفته که آره اگر از این به بعد بخوایم همچین نگاهی به قضیه بکنیم، یه دونجا رئیس جمهور نمیتونه مثلا سر مسائل جنگی تصمیم بگیره، خب این چیز دیگه، این یک کمی مثال نامربوطیه، یک کمی اینجا مصداق نداره، چون که این قضیه که اتفاق افتاده دقیقاً اینه که یه رئیس جمهور آمریکا اومده همون کارایی رو که آمریکایی‌ها همیشه در طی حالا حداقل 70-80 سال گذشته در خارج از مرزهاشون انجام میدادن با بقیه کشورها، حالا یکی اومده تا الان
قوانین بازی رو، این رولز آف دی گیم رو خارج مرزهای آمریکا خراب میکردن، حالا اومده رولز آف دی گیم اومده توی داخل آمریکا اومده به هم بزنه، یعنی قوانین بازی رو اومده داخل آمریکا به هم بزنه. و اینه که مثلا این داخل آمریکا این همه در واقع واکنش بهش نشون داده شد، این همه مثلا حتی داخل دولت خودش، داخل ادمنستریشن خودش خیلی همون روز 6 ژانویه استفاده دادن، خیلی روزای بعدش کم کم استفاده دادن، خیلی‌ها که اصلا از روزی که ترامپ همون شب انتخابات که در واقع اومد گفت من برنده ام و فلان و اینها، اون موقع ازش جدا شدن و اینا همه نشون میده که این در واقع قائل بودن به قواعد بازی دموکراسی، حالا در هر سطحی که باشه دموکراسی داخل آمریکا که اصلا یه بحث دیگه است با اون کاری نداریم، این دموکراسی آمریکا، این سیستم نظام سیاسی آمریکا که در واقع این دو تا حزب اصلی دارن درش رقابت میکنن و طی حالا 200 اندی سال با هم رقابت کردن، حالا 200 اندی سال که نه از اول، حالا این دو تا نبودن فقط، ولی حالا در حد دهه‌های اخیر که اینا بودن، بحث این شد که داخل آمریکا اومدن یکی از اینا اومد بازی رو به هم زد. و این خب علاوه بر این که مخالفت همحزبی حزب مخالف خودش رو طبیعتاً برانگیخت، خیلی از همحزبی‌های خودش رو هم چیز کرد، در واقع آزار داد و باعث شد ازش جدا بشن، ازش کنده بشن، میگن نه این روش درست نیست، این کار درست نیست. و این مثالی که شما از گورساچ دارین میگی، چیزی که نمیبینه اینه که، یعنی چیزی نمیگم نمیبینه ندیده، یعنی دیده نمیشه تو این استدلال، اینه که این اتفاق برای بار اول افتاده و داخل آمریکا افتاده و خطرش از دید حالا سیستم قضایی آمریکا اینه که یکی بیاد و این بازی رو در داخل خود آمریکا بخواد به هم بزنه. و اینه که مثلا اینقدر نسبت بهش واکنش شدید نشون داده شده. و اگر این اتفاق خارج از آمریکا بود، اگر ترامپ جنگی را انداخته بود، ما میدونیم قطعاً و 100% هیچ وقت همچین پرونده براش درست نمیشد. این همه رئیس جمهور جنگ را انداختن، کدومشون تا حالا مثلا اومده متهم بشه یا مجرم بشه؟ هیچ وقت هیچ کس. آره جنگ که خب دیوان عالی که جوریسدیکشنش اصلا داخلیه، یعنی خارجی نیست، یعنی نمیتونه که هر کشوری، یعنی هیچ کشوری دادگاه داخلیشو به خاطر مثلا رفتن به کشور دیگه که نمیتونه محاکمه کنه، اصلا جزء حوزه قضاییش نیست. اینطوری بگم، منظور اولا بگم منظور گورساچ امور امنیتی بوده، یعنی حالا مثلا یه مثال دیگه که زد همین پیتریوت اکت بود دوران جورج بوش که خب بعد 11 سپتامبر بود و جورج بوش این پیتریوت اکت رو آورد که بگه که دولت میتونه به ارتباطات شهروندان گوش بده، استراق سم کنه، کنترلش کنه. خب این واقعا به نظر میرسه بسیار ضد قانون اساسیه، هرچند صریحا نیست ولی خیلی کیس چیزی از قضا رفت به دیوان عالی و رد شد. گفتن که میتونه رئیس جمهور این قدرت رو داره که همچین اکتی رو داشته باشن، قدرتی رو به صورت موقت در زمان جنگ اعمال کنه که بعداً فکر کنم دوره دوم اوباما چیز شد، ملغا شد این قانون. یعنی منظور گورساچ امور امنیتی بود که حالا جنگ ممکنه به امور امنیتی داخلی هم مربوط بشه بعضی وقتا دیگه، یعنی هم مثلا منظورش همین جنگ افغانستان بود که خب اولش حمله بود به داخل خاک آمریکا، منظورش این امور بود. اما اولا در مورد این چیز ببین، این هیرینگ ها مسئلهشون دقیقا اینه که آیا واقعا ترامپ به هم زده امور بازی رو یا نه. ما نمیدونیم که به هم زده یا نه، یعنی دارن اولا جک اسمیت باید واقعا ثابت کنه که همه این شلوغی‌ها که شد به فرمان او بود، یعنی اون مثلا گفته، یعنی و جالبه که اصلا تو این هیرینگ ها اصلا این مسئله رو مطرح نکرد، چون به نظر من هیچ جور نمیتونه یه همچین
همچین چیزی رو اثبات کنه. و به نظر من اشتباه وکلای ترامپ این بود که رفتن تو همین حوزه حرفای کلی، مثلا مسئولیت، چه میدونم برابری در مقابل قانون، از این حرفا. باید میگفتن آقای جک اسمیت تو باید ثابت کنی که ترامپ مثلا این کارو کرده. وقتی که شواهد و مدارکی نداری چطوری اصلا داری راجع به مسئولیت حرف میزنی؟ آره، این اولا دارن الان بررسی میکنن که ببینن که اگر ترامپ به هم زده، اگر ترامپ این کار کرده، فرض هنوز اتهامه، آیا اگر هم اثبات بشه که این کار کرده، آیا این به هم زدن نظمه؟ یعنی هنوز به عنوان اینکه به هم زدن نظم هم هست، اجتماع نیست بین قضات دادگاه عالی. دارن اینو بررسی میکنن، دارن میگن که آیا این حرفایی که زده از حیطه خصوصی رئیس جمهوره یا از حیطه عمومی رئیس جمهور، آیا از مقام آفیس هولدره یا پرایوت سیتیزن. میگم اینا هنوز همش معلوم نیست، همش مبهمه. و چی می‌خواستم بگم؟ و اتفاقی که میفته اینه، این که این کیس، یعنی دلیلی که دارن انقدر این حرفای کلی رو میزنن، میگن و اینقدر کیس حساسیه، اینه که اگر خب جک اسمیت تونست اثبات کنه که ترامپ این کار رو کرده، حالا مرحله بعد میشه این که آیا این کار کرده جرمه، یعنی آیا ذیل مسئولیت رئیس جمهور قرار میگیره یا نه. هر کدوم از دو طرف که برنده بشن یه پرسیدنتی ایجاد میشه که رئیس جمهور بعدی میتونن طبق اون عمل کنن. یعنی دادگاه باید خیلی خیلی مواظب باشه که نه محدودیت زیادی بذاره برای رئیس جمهور، نه آزادی زیادی براش بذاره که حالا بشه تبدیل بشه به فرد مستبد. نگرانی امثال گورسیچ از این جهته، یعنی میخواد بگه که این دادگاه یه دادگاه تاریخیه، حتی دادگاه خیلی معمولی فرضاً مثل اون رو وی وید نیست که فقط میگن که آقا این مسائل مربوط به سقط جنین رو ایالت‌ها حل کنن، هیچ پرزیدنت خاصی ایجاد نمیکنه. ولی این یکی واقعا یه پرونده‌ای به نظر من انقلابیه. پس فردا اگر حوزه مسئولیت رو باز کنن، رئیس جمهور خیلی راحت‌تر میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. هم میتونه خوب باشه، هم میتونه خیلی بد. فقط یه چیزی من بگم، نگاه کن، ببین الان بحثی که الان توی دادگاه عالی هست، الان بحث مسئولیت ترامپ دیگه. یعنی الان وارد اون کیسای جزئیش که نشدن، یعنی نمیرن اصلا دنبال این که بگن که آقا مثلا تو توی قضیه 6 ژانویه اصلا مقصر بودی یا نبودی. الان یه گام قبل اونه میخوان ببینن که آیا اصلا در واقع DOJ حق ورود به این قضیه رو اصلا داره یا نه، یعنی اینکه ترامپ مسئول هست یا نه دیگه. که حالا اگه مسئول باشه که اصلا DOJ نمیتونه ورود کنه به اون قضیه، یا شاید مثلا تا حدی بتونه ورود کنه به این قضیه. و اگرم بگن نه کاملا در واقع مسئولیت قضایی داره ترامپ، خب اصلا کلا جک اسمیت چیز میشه دیگه، اصلا قشنگ جلوش دیوار گذاشته میشه و اصلا کلا باید بساطش عملا جمع کنه دیگه. یعنی من میخوام بگم که این اتهامات ترامپ، که این ترامپ متهم که شده، یعنی ایندایتمنت هاش سر جاشه، یعنی انگار گرند جوری ها اینا از طریق گرند جوری چیز میگیرن دیگه، این اتهاماتشون دادستانا میگیرن. این متهم شده. حالا منتها اتفاقی که باید بیفته اینه که بعد از اتهامش قرار بود دادگاهی تشکیل بشه که تو اون دادگاه هیئت منصفه و حالا هیئت منصفه بیان هر 12 نفرشون بگن آره اتهام درسته و بنابراین متهم بشه مجرم، و حالا که مجرم شد بعد قاضی بر اساس مجرم شدنش حالا بهت حکم بده. ولی ما الان تو این مرحله گیر کردیم دیگه، یعنی از رفتن از مرحله اتهام به دادگاه. اصلا معلوم الان بحث اینه که آیا ترامپ باید بره دادگاه یا نه دیگه. آره بحث این دیوان عالی اینه دیگه، یعنی اینکه اصلا DOJ میتونه ترامپ رو ببره دادگاه یا نه، که اگر نتونه ببره دادگاه که اصلا قضیه منتفیه. ولی
حتی اگر نتونه ببرتش دادگاه، اون اتهاماتش، یعنی اون الان در گذشته انجام شده، این اون 91 تا مورد مجرمانه‌ای که بر اساسش متهم شده ترامپ، اونا سر جاشه. حالا بر فرض اینکه مسئولیت کامل بگیره، اونا دیگه فقط میمونه سر جاش و به تاریخ میپیونده دیگه. یعنی اولا با اتهام که کسی اصلا اتفاقی براش نمیفته، کسی تا در واقع محکوم نشه، مجرم شناخته نشه که اتهام هم مثلا براش باشه، خب اصلا هیچ اهمیتی نداره. آره دقیقاً. ببین توی کیس دی سی الان اینطوریه، چون که اصلا ترامپ داره میگه اصلا تو نمیتونستی از همون اول منو ببری به دادگاه، صحبت همین مسئولیت تو ایناست. ولی خب تو نیویورک داره میره تو دادگاه، تو جورجیا که داره میره تو دادگاه، پس این یه مسئولیت خاصه. یعنی این کیس دی سی یه کیس خاصیه، چون اگه استدلال میکرد برای مسئولیت تام، خب الان این دادگاه نیویورک و جورجیا باید کنسل میشدن، کنسل نشدن. و اصلا احتمالاً چون ایالتی ان اونا دارن پیش میرن، داره آره. یعنی این دوتا دادگاه فدرالش رو این چیز کرده، گفته که من توش مسئولیت دارم. آره اصلا دیوان عالی رو اونا اصلا جوریسدیکشن نداره، یعنی نمیتونه رو اونا بگه شما نمیتونی، حتی اگه بگه مسئولیت داره اونجا هنوز میتونه ادامه پیدا کنه. اینجا این مسئولیت واقعا خاصیه که تو دی سی داره پیش میره و حالا احتمالاً ترامپ میتونست اون دوتا رو ببره به دیوان عالی خود ایالت، مثلا ببره از بالا، یا شاید منتظری که مثلا حکم صادر بشه بعداً ببره به چیز ایالت، دیوان عالی ایالتی. چون ببین اونا میتونن برن ایالتی ولی چیزشون قدم‌هاشون بیشتر طول میکشه. باید اول حکم جورجیا یا نیویورک صادر بشه، بعد این اعتراض کنه، بعد دوباره اگر حکم به اعتراضش بقی ننهادن بره به دیوان عالی ایالتی و بعد تازه دوباره ببرتش بالا و اصلا اونجا خب خیلی بیشتر هم طول خواهد کشید. اینجا آره داره اصلا از همون اول میگه که چون اگر جرم رو هم اثبات کنن چیزش خیلی هم بیشتره، خیلی جریمه‌ش هم خیلی بالاست، تریزن رسما جریمه زندان طولانی مدت تو ایناست. فکر کنم دلیلش اینه که توی دی سی داره این استراتژی رو پیش میبره. آره در واقع این قضیه دی سی الان، یعنی قضیه دیوان عالی برمیگرده به این دوتا کیس فدرال که یکی 6 ژانویه پشته و یکی هم داستان اسناد محرمانه ریاست جمهوری. این دوتا رو در بر میگیره. آره یعنی باید اثبات کنه که یه چیز دیگه، یه مسئله ملیه واقعا و این دوتا ملی هم واقعا. تو اون یکی که توی نیویورک میستمینره، یعنی حتی اگه محکومم بشه یه جریمه نقدی بهش میدن یا همچین چیزی. توی جورجیا هم که خب هنوز مشخص نیست چیزی، ولی حالا اون از میستمینر بالاتره ولی اونم باز مشکلاش بیشتره. آره این چیز دی سی خیلی خاص تره، خیلی نتایج جالبتری هم داره و خب جالبه که خب در همون زمانی که این هیرینگ های اصطلاحاً دیوان عالی توی دی سی داشت برگزار میشه، تو همون زمان هم ترامپ توی دادگاه نیویورک بود برای این کیس استورمی دنیلز و اینا. همزمان این اتفاق داشت میافتاد. ببین فقط یه نکته‌ای که الان به ذهنم رسید، گفتی که ترامپ شاید بعداً بخواد بره به دادگاه عالی ایالتی، حالا نیویورک و جورجیا، که به اونجا هم در واقع ادعای مسئولیت در برابر این دوتا کیس ایالتیش کنه در واقع. من الان این به ذهنم اومد که خب اگر میخواست این کارو بکنه، چرا مثل همین در واقع دوتا کیس فدرالش قبل از اینکه اصلا دادگاه تشکیل بشه این کارو نکرد؟ خب چون اونم باعث میشد قضیه عقب بیفته دیگه، یعنی دادگاه عقب بیفته. خب نمیشد دیگه، چون میگم دی سی این چیزو نداره دیگه. دی سی این چون ایالت نیست، یه راست میره فدرال، دادگاه دیوان عالی، ولی اونجا اصلا نمیتونه یه راست بره دادگاه، یعنی میتونه ولی خب کم اتفاق میفته. اونجا باید این
قدم ها رو برداشت، اول بره توی لور کورت حکم صادر کنه، این اعتراض کنه، بعد دوباره این به اعتراض ببینه چی میشه، بعد دوباره از اعتراض بره دادگاه عالی ایالتی و بعد تازه بره به دیوان عالی فدرال. توی دی سی نمیشه این کار کرد، یه همچین قدم های وجود نداره. برای همین از همین اول تصمیم گرفت که مثلا مشروعیت این اقدام رو زیر سوال ببره. یعنی این منظورت اینه که پس توی جورجیا و نیویورک اصلا نمیتونست این کارو بکنه قبل از برگزار شدن دادگاه؟ آره میتونست ولی کم پیش اومده. فکر کنم 2 بار بیشتر پیش نیومده که تو یه راست بری دیوان عالی. برای همین فکر میکنم شانسش کم. عالی ایالتی منظورته؟ دادگاه ایالتی فدرال. یا ایالتی، ببخشید ایالتی، درست میگی، ایالتی. چون بعد از ایالتی تازه میتونه بره به آره، ولی اتفاق نمیفته دیگه. باید حتما این قدم ها رو بری جلو و بعدن تازه دادگاه عالی ایالتی به تو اجازه بده که پتیشن کنی برای دادگاه دیوان عالی فدرال. و آره احتمالاً چون اگر همون یه بارم رد کنه دادگاه، دیگه تو نمیتونی دوباره چیزش کنی، دوباره بگی نه یه بار دیگه. این ریسکو داره و احتمالاً رد هم میکرد اگر این تاکتیک رو انتخاب میکرد. حالا یه سلامی هم بکنیم به امیر که به ما پیوست. سلام امیر جان. سلام آقا. بله سلام. شما صحبتتون رو بکنید، من چون توی بحثتون نیستم ساکت میمونم. نمیدونم حالا چقدر از صحبت شما مونده. یعنی ما تقریبا 5 دقیقه به 10 شروع کردیم. 5 دقیقه 10. پس نمیشه، باید یه چیزی بگی. آره ولی تو چیز کن دیگه. تو الان بحث همین در مورد مسئولیت داریم صحبت میکنیم. تو هر جا چیز کردی، حس کردی، حرفی داری دیگه، خودت بیا وسط دیگه، خودت بیا و آره. من فقط یه چیزی بگم، چون من خودم ضبطش نمی‌کنم. من خودم که ضبط میکنم از دفعه قبل شروع کردم کل صفحه‌م هم ضبط میکنم که مثلا عکسامونم کنار هم دیگه باشه. خب مشکل گوگل میت اینه که اگه من وسط صحبت مثلا امین بگم یه لحظه کات میشه و امین آره تو اون حالتی که من 2 تا رو کنار هم دیگه اینترنال ضبط میکنم این مشکل نیستش. برای حالا مادامی که شما این کارو نمیکنید حواستون باشه وسط حرف هم دیگه اینا نگید که این کات بی خودی نخوره، چون تو تصویر شما بد میشه. خواستم فقط این نکته چیزی بگم. منم چشم اگه چیزی جایی به ذهنم رسید میگم، ولی فقط گوش میدم حالا فعلا. آره پس بر اساس حرفایی که گفتی احتمالاً تو محاسباتشون تیم وکلای ترامپ دیدن که بهتره واسه داستان ایالتی از ابتدا در واقع از قبل از برگزاری دادگاه نرن دنبال دیوان عالی ایالتی و گذاشتنش، یعنی استراتژیشون رو عکس داستان‌های فدرال در نظر گرفتن که تو داستان فدرال قبل از اصلا برگزاری دادگاه بحث مسئولیت رو مطرح کردن، ولی اونو حالا چه به دلیل کمتر بودن مجازات‌های احتمالی حتی در صورت محکومیت یا به هر دلیل دیگه‌ای گذاشتنش واسه بعدتر. آره دقیقا. حالا جالبه حتی این هیرینگ هایی که استماع هایی که داشتن هفته پیش اصلا ممکنه قانع نشن و بگن که آقا اینو برگردونیم به همون لور کورت و اصلا کل قضیه رو هم مختومه اعلام کنن. مسئله سر اینه که آره اگر تازه قانع شدن بعد این استماعات میگن که خب میتونی اون لور کورت ادامه بده به چیزش، به محکومیتش. درسته. لور کورت حالا تازه باید شروع میشه که این جک اسمیت باید مثلا شواهد بیاره، باید شاهد بیاره، همین کارا تازه کار محاکمه شروع میشه. ولی وکلا تصمیم گرفتن که از همین اول سعی کنن جلوی رفتن به لور کورت رو هم بگیرن. یعنی پس بر اساس صحبتی که میگی
پس یعنی دیوان عالی اینطور نیست که در مورد قضیه مسئولیتش حالا بیاد بگه که حتما مسئولیت داره یا حتما مسئولیت نداره. ممکنه بگه که اصلا ما هیچ حرفی نمیزنیم، همونی که دادگاه پایین‌تر گفت. آره ببین دیوان عالی 2 تا کار میتونه بکنه. یا میتونه بگه از همین اول تصمیم بگیره روی مسئولیت، بگه آقا این مسئوله، یعنی یه سری حرفای کلی بزنن، بگن مسئولیت رئیس جمهور چه میزانه، کاری که دقیقا هفته پیش کردن. حالا توی جلسه بعدیشون من حدس میزنم که میخوان یه کار دیگه بکنن یا استراتژی دیگه ببرن، بگن که خب حالا ما از این حرفای کلی و انتزاعی نزنیم، ببینیم این کارهایی که ترامپ متهم شده به انجامش چقدر اعتبار داره و آیا این کارها واقعا خطرناک هستن و خطرناک بودن برای آمریکا. اگر به این نتیجه برسن که خطرناک بودن، اصلا دیگه رو اون مسائل مسئولیت تام و اینا حرف نمیزنن، میگن که رو اونا ما حرفی نمیزنیم، مثلا کل مسئله بی خیال، برگرده بره به دادگاه لور کورت و اونجا ادامه پیدا بکنه. یه راه یعنی وسط رو تقریبا انتخاب میکنه. اگه اون راه کاملا این که بگن آقا مسئولیت داره، بی خیال قضیه بشین، دیگه اصلا بی خیاله. ولی اگر یه خورده حالا شک کنن و فکر کنن این اعمالی که بهش متهم شده واقعا اعمال جدیه، بذارن یه خورده پیش بره اون قضیه تو لور کورت و بعد ببینن که حالا یعنی نظری نگن که مسئول تام هست نیست، بگن که بذار لور کورت یه خورده کارشو ببره جلو، ببینیم چه اتفاقی میفته تا ما دوباره نظرمون رو بدیم. و بسته به این اتهامیه که زدن دیگه. فرضاً مثلا اگر یه اتهام مهمی نزده باشن، مثلا اون کیس کلینتون و جونز، بگن که مهم نیست، ادامه بده، اصلا چیز خیلی مهمی هم نیست و جونز و کلینتون آخر سر نهایتاً در بیرون دادگاه حل و فصل کردن مشکلشون. یعنی گفتن انقدر این اتهام بزرگ نیست که ما بخوایم یه حکم نهایی بدیم در موردش، چون حکم نهایی دادن در مورد مسئولیت رئیس جمهور خیلی گفتم پرسیدنت خیلی عظیمی رو میذاره. اگر به این نتیجه برسن که این اتهامات ترامپ خیلی مهمی نیست، میگن که برگرد اونجا، خودتون حل کنید مسائل خودتون رو، و اگر جلوتر رفت دیدن که نداره جدی میشه، شاید دوباره برگشت به دیوان عالی. فعلا این 2 تا انتخاب و قضات دارن. من حدسم میزنم که چون دیوان عالی کلا محافظه کار نه به معنی محافظه کار سیاسی یا محافظه کار به معنی که دوست نداره تغییرات خیلی آنچنانی رو شروع کنه، حدس من اینه که دوست دارن برن به اون سمت، ببینن چی میشه تا بعد یه تصمیم نهایی در این مورد بگیرن. یعنی فکر میکنی که به دادگاه پایین اجازه بدن که در واقع محاکمه رو برگزار کنه و خب یعنی نظر نهایی به نظر در مورد مسئولیت نخواهند داد؟ آره کاملا این امکان هست. بگن که این فعلا این هیرینگ ها رو ما نگه میداریم، شما برگرد تو دادگاه پایین لور کورت، یه خورده جلو برو تا ببینیم اگر کار به جای باریک بکشه دوباره ما برگردیم به دادگاه عالی. این امکانش هم هست که به این سمت بره. ولی جفتش حالا اینطور که من شنیدم و دیدم، جفتش باز هم پروسه خیلی بلند مدتی داره و مطمئنم تقریبا 99% که به بعد از قضایای نوامبر خواهد کشید، یعنی بعد از انتخابات خواهد شد. از این جهت فکر میکنم خیال ترامپ راحته که قبل انتخابات محکوم نخواهد شد. آره اونو که در واقع بکنم با تعیین شدن همین تاریخ 22 آوریل تقریبا مشخص شد که دیگه این دادگاه
بررسی این دوتا کیس فدرالش اصلا نمیرسه به صدور حکم قبل از انتخابات. و اون داستان حالا پرونده جورجیاش هم که به خاطر اون قضیه خانم فانی ویلیس بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم اسمش، اون یک قضیه یه چیز شد، یک اتفاق حالا پیش بینی نشده ای خود افتاد که حالا این دیگه اصلا هیچ ربطی هم به ترامپ نداشت، از سمت دادستانی بود که حالا یه تضاد منافع پیش اومده بود و اینا، اون خودش باعث شد باز قضیه به تعویق بیفته و کش بیاد. و انگار تنها پرونده‌ای که الان ممکنه قبل از انتخابات به نتیجه برسه همین دادگاهی که شروع شده تو نیویورک دیگه، و اون سه تا پرونده دیگه تقریبا بعیده که هیچ کدومش به صدور حکم چه محکومیت و چه تبرئه قبل از انتخابات برسه. آره این کلا خیلی جالبه. همین حکم این دادگاه اخیر به نظرم از همهشون جالب‌تره، هم از جهت تأثیری که خواهد داشت در آینده و هم از جهت اینکه چه مباحث جدیدی دوباره مطرح میشه در هم در سیاست داخلی آمریکا و هم در حقوق و سیاست به طور عام. نتایج خیلی جالبی داره. یعنی این نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود اینه که یک فردی مثل ترامپ یه عملی رو انجام میده، یه پرکتیسی رو میکنه، بعد اون پرکتیس حالا بر اثر دعوای سیاسی تبدیل میشه به یه موضوع بحث و بعد اون موضوع بحث میره در دادگاه و تصمیمی که در مورد عمل ترامپ گرفته میشه یه ترندی رو، یه طرز فکر جدیدی رو، یا بخوام از اصطلاح هگل استفاده کنم، یه فرم جدیدی از زندگی رو تولید میکنه. و علی‌رغم این که همه حالا میگن ترامپ آدم فلانی، آدم بالا فوش میدن، ولی از قضا عمل ترامپ یه موجب تأثیر میشه، موجب خلق جدیدی از فرم زندگی میشه، موجب پیشرفتن آزادی میشه. اینطوری بگم. پیشرفتن آزادیش چطوره؟ یعنی از کجا میاد؟ اینطوری که اگر دادگاه عالی حکم بده که بله ایشون مسئولیت نداره، خب بله آزادی از این لحاظ که در واقع رئیس جمهور هر کاری بکنه و هیچ کسی نتونه جلوش واسطه دیگه. بله، یعنی اگه بگه مسئولیت نداره خب نمیتونه هر کاری بکنه و این به نفع آزادی. حالا میخواد ترامپ موجب این شده باشه، چه اهمیتی نداره. یعنی میخوام بگم یه آدم خیلی مهم نیست کیه، ولی این تأثیراتی که بعدش خواهد گذاشت خیلی مهمتره تا این ترامپی که حالا همه میگن چه میدونم فلان طوره مسخرهش میکنن و اینا، ولی تأثیری که این آدم داره خیلی برای من خیلی جالبتره تا شخصیتش. آره خب نه، شخصیتش که اصلا چیز جالبی نداره توش، ولی داستان حالا این مفهوم آزادی هم که شما گفتی، خب اینجا خیلی قضیه به این برمیگرده که آزادی رو چی تعریف کنیم دیگه. اگر بخوایم آزادی این تعریف کنیم که رئیس جمهور مجاز باشه هر عملی انجام بده بدون اینکه هیچ ترسی از کوچکترین عواقبی برای خودش داشته باشه، خب به نظر ما نمیتونیم بگیم آزادی. این در واقع انجام عمل بی عقوبت بدون ترس از هر گونه عقوبت. خب این کافیه جامعه ای رو تصور کنیم که تعداد زیادی از آدماش همچین جایگاهی دارن، همچین فرمی از زندگی به قول خودت براشون قابل تصور هست و خود اون جامعه به چه سمتی خواهد رفت. نه خب این فقط رئیس جمهوره، تعداد آدمای زیادش که نیست. یعنی اگر مثلا بگن ترامپ رئیس جمهور مسئولیت داره، یهویی وزیر و وکیل نمیتونن بیان میگن پس ما هم مسئولیت داریم. مثلا فقط رئیس جمهوره، موجب نمیشه که بقیه این مسئولیت رو، یعنی سرایت نمیکنه به بقیه یه همچین چیزی. خب اینم باز حس پادشاه توی ذهن آدم تداعی میکنه دیگه.
یعنی کسی که قانون بهش دسترسی نداره دیگه، اون بالای بالاست و هر کار بکنه در واقع عقوبتی نداره، در حالی که آمریکایی‌ها جنگیدن تا از انگلیس و از زیر یوغ سلطنت رها بشن و خودشون مستقل بشن. و ببین عملا دیوان عالی هم یه چیزی مثل پادشاهیه، یعنی هر کاری بکنه کسی نمیتونه دست بزنه بهشون. اینم یعنی فرق آنچنانی نداره این. و خب آره دیوان عالی یه نفر نیست، آره نیست و عملا جایگاه قوه قضاییه رو داره در آمریکا داره، ولی میگم کسی نمیتونه اونا رو، یعنی اعمالشون هیچ قابل پیگیری نیست دیگه. درسته. آره اینو که من هم اولام گفتم مثلا خیلی از کیس‌ها رو میگن اصلا ما اینا رو اصلا نمیشنویم، ما اینا رو استماع نمی‌کنیم، کسی نمیتونه بهشون بگه چرا، همینه که هست. هیچ نهاد بالادستی انگار بهشون نمیتونه دستوری بده. و خب توی انگلیس هم پادشاهی دیگه، هلند هم هست، دانمارک هم هست و خب لزوما موجب استبداد نشده. یعنی این که حالا ما بریم به سمت اینکه یه نفر مسئونه پس آنگاه حتما میشه دیکتاتوری و استبداد، نتیجه‌گیری به نظر من صحیح نیست. نمونه‌هایی داریم که نشده. اون پادشاهایی که شما میگم اینجا این هیچ کدوم قدرت اجرایی ندارن، حداقل قدرت اجرایی که از قانون اساسی بهشون داده شده باشه ندارن. هر چی باشه قدرت‌های زیر میزی و در واقع مخوف و پنهانه. نه انگلیس داره، پادشاه انگلیس قدرت اجرایی داره، میتونه مثلا چیز نکنه، حکم چیزو تصویب نکنه، یه سری چیزای اجرایی داره که نیست، صرفا فرمال نیست. قدرت امضا داره تا یه جاهایی، ولی نفر اول اجرایی کشور نیست، قاعدتا اجرایی نیست. ولی میتونه خیلی از احکام مثلا نخست وزیر رو نقض کنه فرضاً، یعنی حالا اجرا نکنه. حالا چند دفعه این کارو کرده؟ حالا ملکه یا شاه جدید؟ ملکه دو سه بار کرده. توی دوره جنگ جهانی دوم کرد یه بار با چرچیل، ولی خب اونم چون قانون اونو چیز نکرده بود، چی میگم، محدود نکرده بود، صرفا به نرم اخلاقی که این کار نکنم پایبند بود. حالا این پادشاه جدیدم حالا ببینیم میکنه یا نه، ولی روی دژوره میتونه این کار رو بکنه. اینطوری نیست که صرفا فرمال باشه. سه قوه آمریکا هر سه تاشون نسبت به هم حداقل روی کاغذ چیز دارن، قدرت نظارتی دارن، ولی آره من حداقل نمیدونم هیچ پیشینه ای رو که همچین اتفاقی افتاده باشه، یعنی هر گونه نظارتی روی یکی از قضات دادگاه عالی انجام شده باشه یا به هر دلیلی حالا اتهامی بهش زده شده باشه یا اینها. نمیدونم تو تاریخشون بوده یا نه، حالا تو رو نمیدونم امین. تو تاریخشون نبوده و اصلا باز میگم رو کاغذ دژوره هست، ولی دفکتو انقدر سنا همیشه چیز بوده، همیشه چی میگن تقسیم شده بوده بین دو حزب که عملا امکان نداره هیچ وقت سنا به این اجماع برسه که یکی از قضات رو چیز کنن، محاکمه کنن. یعنی از اون چیزاست که رو کاغذ گذاشتن که مثلا بگن نه ما خیلی هم چیز استبدادی و اینا نیستیم، ولی دفکتو واقعا امکانش نیست. دقیقا مثل چیز میمونه، مثل عوض کردن قانون اساسی. قانون اساسی میشه عوض کرد ولی باید 2/3 ایالت‌ها رأی بدن بعد بیان تو سنا. دفکتو واقعا انجامش غیر ممکنه. برای همین آره عملا یه جایگاه نامتزلزلی رو دارن. و خب توی چیزم بود دیگه، من اخیراً همین این اسمش کلارنس توماس بهش گفته بودن که یه سری رفته جت و چه میدونم از یه سری آدما هدایا قبول کرده، این پس باید چیزش کرد، باید یا محاکمش کرد یا یه سری قوانینی رو گذاشت که نشه این کاری کرد، که نشد، چون همون قوانین رو باید خود دادگاه عالی بر روی خودش بذاره. یعنی نمیشه، واقعا یه
لوپی ایجاد میشه و این امکان وجود نداره. آره خب فکر کنم به پایان بحث رسیدیم دیگه. موضوعات حالا با اینکه یه هفته پر حادثه‌ای بود ولی این از همه جالبتر بود با نتایج سیاسی و واقعا تاریخی که داشت و خواهد داشت. به نظرم میتونیم بحث رو تمام کنیم و جلسات بعد حالا به یه سری اتفاقات دیگه که مهمترینشون این شلوغی‌های دانشگاه آمریکاست برسیم که اونم اتفاقا مباحث حقوقیش توش جالب هستن. من خداحافظی میکنم تا جلسه بعد. منم همینطور. خدا نگهدار تا جلسه آینده.